Покой нас стережет, и потому нам спится, мирно жизнь идет. این پارچه از شعر است که خواننده صنف اول برای حفظ مرز و بوم وطن قرائت نمود. یک مصرع شعر برای بیدار نمودن حس میهن پرستی و خودآگاهی انسان را وادار می‌سازد، اما قرائت شعر وطنخواهی و احترام میهن از زبان خوانندگان صنف اول به چاره‌بینی رنگ دیگر می‌بخشد. Мой папа просто класс, скоро купит он КамАЗ, будет он меня кататься, а я пятерки получаться. ارتش ملی سپری با اعتماد وطن تحت این عنوان خوانندگان صنف اول مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان چاره‌بینی کلان ایدانه تشکیل نمودند. در این چاره‌بینی تنها خوانندگان صنف یکم اشتراک نموده با ترغیب نمودن مقدسات وطن و صحنه‌های مهم تاریخی حس وطن دوستیشان را نمایش دادند و جز از زبان تاجیکی همچنین با زبان‌های روسی و انگلیسی شعر و ترانه قرائت کرده شد. مهمانی چاره‌بینی ارتش ملی سپری با اعتماد وطن جنگاور بین الملل مقیم جان قابیلوف بود. او از دوران خدمت به ارتش سخن نموده به خوانندگان واقعه‌های دوران جنگ را نقل کرد. تاکید نمود که امروز جوانان همیشه برای حفظ و حمایت وطن بی‌طرف نیستند. موصوف به چاره‌بینی تشکیل نموده خوانندگان این مؤسسه بهای بلند داد. خوانندگان مکتب پیمان برای ما یک برنامه کنسرتی گوییم اگر خطا نمی‌کنیم برای تمام وجودشان را در صحنه نشان دادند. این از اون شهادت می‌دهد که فرزندان ما، نویره‌های ما امروز آماده هستند برای حفظ وطن، آماده هستند که خدمت کنند. از فرصت کلاه استفاده برده می‌خواستم از نام خودم، از نام شورای جنگاوران اینتاز شهر خوجام که صفی آنها زیاده از 400 نفر میباشند، هر یکی شما آموزگاران خوانندگان را تبریک کنم. بگذار تاجیکستان ما در تاجیکستان ما دائما تینجی و امانی فرما باشد و فقط ما برای پیشرفت تاجیکستان عزیزم مهنت کنیم. دیرکتور مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی پیمان عبدالجبار غنیزاده گفت برای تربیت حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی گذرانیدن چاره‌بینی‌های فرهنگی نقشی باسزا می‌گذارد و جز این هنگام تشکیل درس‌های تربیوی نیز عاید به بیدار نمودن حس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی خوانندگان کارهای عملی انجام داده می‌شود. گزارش مفنون شکور و گنجینا عالمова و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.